برای پیشگیری کردن همه گونه حادثه‌های نامطلوب پیش از همه مردم رو با جای کار تامین کردن در کار. ساعتی بیکار تو پس نکنیم ما خواهیم نخواهیم که این حرکت‌های نامطلوب با عمل می‌بینن. من فاکولته حقوق‌شناسی تمام کردم. در اونجا در حقوق جنایتی دو عامل اساسی صادر جنایت است. اول بیکاری و دوم مایزدگی. ما تو همین حالتی بیکاری شهروندان رو برهم نتیم هیچ گونه حادثه‌ای که نامطلوب است پیش روش رو گرفته نمیتونیم. بنابراین اساسی فعالیت دولت در از اون عبارت است که پیش روی بیکاری رو گیرن. برای این چیکار کردن در کار؟ شماره زیادی تشکیلات‌هایی که اصلا در کار نیستن پیدا شدگی. شماره زیادی کارمندانی که در جای کار به اساس شتگی هستند. آن همین رو کم کردن در کار. چون که علم حقوقی مالیه نشان می‌دهد که ما تا وقتی که شماره مفتخران رو پس نکنیم سطح زندگی مردم رو بلند برداشت نمیتونیم. به نظر من اگر معاش طبیبان، معاش معلمان زیاد شود با فکرم میشود خود کم بیش هم باشد پیشگیری کرده می شود. اصلا من گمان میکنم معاش نیست، معاش تقریبا نیست. بسیاری خوب میدونند که اکثر آن نفرانی که در سمت پیشگیری فساد یعنی کروپسیا کار و فعالیت میکنند و در همون ساختارها و کمیته و تشکیلات‌هایی که وزارت اداره‌هایی که بواسطه در سمت پیشگیری کروپسیا کار و فعالیت میکنن خودی آنها نیز ما میشنویم و بارها در رسانه‌ها هم نشر و پخش شده است که آنها نیز با کروپسیا دست میزنند. اگر خوب میشد که بسیار خوب میشد که اول از همین نهادها مسئله ریشه‌کن کردن کروپسیا رو از همین نهادها آغاز کرد. فکر میکنم آهسته آهسته با همین طریق در دیگر ساختار و کمیته و دلخواه حالت ها کروپسیا از بین می رود. مردم ای اگر همونو نتیه کروپسیا مجبور میشه کارشون بود کنه.